سلام، خوش اومدید به پارت دوم از سری استون بلاک. و آره میدونم یکم دیر شد ولی یه چاره چیه، کلی کار ریخته سرم. اگه پارت قبلی رو دیده باشید میدونید کارا چیه و اگه ندیدید برید ببینید. و آره دیگه خب پارت قبلی ما زور زدیم، این همه آیتم که زیادم نیست، انتظار داشتم زیاد باشه حقیقتا. و بله آره آیتم ها رو گرفتیم، بعد یه دونه درخت با کلی بدبختی پیدا کردیم، یعنی پاره شدم سر پیدا کردن این درخته و امیدوارم حداقل یه دونه سپلینگ دراپ بده و این نه دوباره باید پاره بشه. البته چون واسه شما یه ثانیه است من پاره میشم. او شت یه چیزی یادم رفت. تو بیا پایین. او استیک اینطوری ساخته نمیشه. چه زود باش. اوه استیچ یکی دیگه کروش. خب نه سپلینگ میخوام. ایول او توی زمین کلی هم سپلینگ ریخته، اصلا حواسم اونا نبود. آره اگه میخواید سپلینگ بیشتر گیرتون بیاد حتما با کروچ بکنید، کروچ خیلی بهتره. خب 9 تا گیر آوردم. ایول خب حالا که سپلینگ گیر آوردیم بذار از همین گوشه شروع کنیم. یه اولین اور سپلینگ بازی هم بسازیم دیگه. منتظر چی هستیم؟ البته اگه درست داشته باشم که فکر نکنم داشته باشه. دارم روی همون میسازیم. ابدا حقیقتا پارت قبلی من گفتم چون چنل اول کاریم ممنون میشم 2-3 تا کامنت بذارید که یکمی یوتیوب ما رو ببینه. و پارسال رو شرمنده کرد، یعنی نزدیک 80 خورده کامنت گذاشته بود. خیلی زیاد. من انتظار داشتم نهایت نفری 2-3 تا بذاره ولی 80 خورده کامنت گذاشته بود. از همین جایی که ماچ به کلت خیلی اشکی، ولی راستش هنوز وقت نکردم جواب بدم چون همونطور تو پارت قبلی هم گفتم سرم خیلی شلوغو چطوری گفتم شلوغه، ولی در اسرع وقت که وقت کردم تک یکیشونو جواب میدم. و دارم چیکار میکنم؟ او آره همون چیز قبلیه. همون چیز قبلی. بذار ببینم یه چیزی به اسم ماش. من یه دونه مش که آیرن 9 تا آیرن و یه دونه استرنگ اینو میخوام من که آیرن خدا رو شکر زیاد دارم. بذار ببینم. بله تو هم برون تو. آره ممنون. آره او روشن مثل که او پشمام چقدر بزرگ. ممنون میشم توی زیر این ویدیو هم نفر چند تا کامنت بذارید. و آره همونطور که تو کامنت ها ازتون پرسیدم اونایی که کامنت های برترن اسمشونو میزنم به تابلو و پارسا هم اسمش میره، ولی چون امروز وی پی هم وصل نشد نتونستم بیارم اسم کاملش رو نشون بدم، ولی اون زور که آره دیگه به خاطر همون 8 سپلینگ پشما چقدر زیاد. عالی. بعد سپلینگ چیز بذار اینو بعد سپلینگ آیرن دیاره دارم. نه اونو نه، سپلینگ آیرنه. بذار ببینم کوش. نه بعد سپلینگ کله. بعد سپلینگ کلم دراوران. آره اینم باتریه. چقدر جالب. اینم فیلترت ابزرور. نایس. کول جنریتر. اینم همون ماینکرافت عادی ان. تفنگی هم داره تازه اگه خواستی. اینم هاپر برعکسه خیلی جالبه. اینم آپگرید واسه اون استوریجه. اینم یه نوع هاپره واسه اول کار، ولی فکر نمی‌کردم این نیاز باشه چون آیرن داریم دیگه. الان به اندازه کافی آیرن داریم.
البته اون هاپر آخری یه نوع هاپر فیلتر شده هم داره، یه نوع هاپر فیلتر شده فقط یه آیتم عبور میده. اینم جالب بود. خب بذار ببینم. خب حالا یک عدد از این مش ها میسازیم. اینطوری بود بیاره. آیر مش که آپگریدش چی میشه؟ اینه آیر مش آپگریدش میشه دایموند مش که 4 تا دایموند میخواد. داریم 9 تا داریم، ولی سعی کنم ببینم این به اون درت میده یا نه. فعلا درت لازمیم. میشینیم، باید دستمون خالی باشه. بیپ 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 بیپ. اون در میاد، اینو میذاریم جاش. اینم این استرینگ مشه، آیرن مش بود. دست فکر کردم اشتباه شد. خب اشتباه شد، چطوری گفتم. حالا اینجا رو یکم گرول ماین میکنیم. میخوام ببینم این بهمون درت میده یا نه. نه درت نمیده، پس قضیه کنکله. همون برمیگردیم به سیو عادی خودمون. خودم نمیدونم این چیه، هیچ ایده ندارم چیه. خب سیو چطوری ساخته میشد؟ یادم نیست. یه نه از اینا، بعد اینو میذاریم اینجا. از اینجا فیلینت رو میاریم. نه فیلینت نه، استرینگ نخ. خب حالا شروع میکنیم سیو کردن اینا. خب مثل اینکه امروز رو شانسیم و 4 تا درت گیر آوردیم. نایس. دفعه قبلی از یه استک به زور 2 تا درت تونستم گیر بیارم و نایس نایس نایس. حالا روی اینم یه نزنه میذاریم. یه چیزی میخوام، یه چیزی واسه اینکه به کارمون سرعت بدیم. ایناش بذار ببینم میتونم با این کاری بکنم. آیا نوچه سیبم که زیاد. خب با یه دونه چیز رشد میکنی؟ نه نمیکنی. او سپلینگ هم تموم شد. اینجا بامبو میتونم بذارم که زود رشد میکنه. آره بامبو گیر آوردم دفعه قبلی. میتونم از بامبو به عنوان منبع بنی استفاده کنم. نایس. فکر خوبیه. آتشکارایی مثل اینم آره بدیم توی این. نایس. خب حالا چی؟ حالا چی؟ دو تا از این. چهار تا سیبم کنیم که ایول. حالا چی؟ بالاخره یه درخت به ما میدی. ای فوش ممنوع. خیلی دوستم ولی بدم. حالا چیکار کنیم؟ ایده ندارم. خب من اینجا یه ردیفم آوردم پایین تا گفتم شاید ارتفاعش کمه. خب حالا یه چند تا کار دیگه هم بکنیم اینجا. مثلا اینو بسازیم، بعد اینجا و ایشونو بسازیم. ایشون بود. این درت میساخت، این آب میساخت. حالا یادم افتاد. خب نایس. بیام اینجا. ایشونو بذاریم اینجا و اوشون هم بذاریم اینجا. نه گرول قبول نمی کنی؟ قبول کن دیگه، چه فرقی داره؟ گرول یا کابلستون هر دوتاش یه چیزه. او در ثانیه میشه برداشت کرد. این بدک نیست. حالا این درت درست میکنه. شیش. ای کاش همون اولی نمیساختم.
من اشتباه کردم، شما دیگه از این اشتباه نکنید. همون اول اینو بسازید درجه درت میخواید. البته باید پارت قبلی که من مراحل رو طی کردم شما هم طی بکنید واسه گرفتن حداقل اولین درت و سپلینگ همچنین. خب حالا اینجا یه سطل میسازیم فعلا. خب اینجا رو ماین میکنیم، بذاریم اینجا هم بهم نور بده. نایس. خب این هم از این. خب حالا چیکار کنیم؟ بذار ببینم. کابلستون جنریتور داریم. کابل فاصل افتاد. کابل او اینا هاشش، ولی باید قبلش سولار پنل بسازیم که زیاد سخت نیست. لپیزو چقدر لپیز دارم؟ یکی میشه ساخت، ولی نه فعلا نه. پارت بعدی میسازیم. چرا؟ چون جزیره. بله چون هم آیتم زیاد داریم اون موقع و اون چیزم برداریم اینو آپگرید کنم به دایمند کوش این هاشش که کارم ناسون تر بشه. و اینم از این. نایس. و باید بلند شم. موقع گذاشتم بلند، موقع برداشتم نشست سریع‌تره و آیتم های بهتری هم میده. این 3 تا، این هم 3 تا، ولی آیتم های کمتر میده. ببین اینو ببین، اینو ببین، این آیتم ها خیلی بیشتر میده. نایس. ساکن ببینم. فکر کنم سپلینگ کاپر هم داشته باشیم. آره فکر کنم داشته باشیم. کوپر ایشو آره داریم. ایول و کوپر آرمور هم داریم. لایتینگ به چه دردی میخوره نمیدونم. خوبه همچه سپلینگ چیز داریم. خیلی خوبه. کاپر خیلی به درد میخوره با سولار پنل. خب خیلی آیتم گرفتم از یه استچ چیز گرول، یه استچ خورده. البته خیلی آیتم گرفتم. اینو بذاریم این پایین و بله اینم یه دونه بامبو داد. چیکارش کنیم حالا؟ اصلا ایده ای ندارم. بذار ببینم توی این چیزی هست. نوچ اینو بذاریم پایین تر بهتره. ببینیم توشو. یه دونه بامبو فعلا هیچ کاری نمیکنه. از بامبو نمیشه با سوخت استفاده کرد. ای خدا فشار نخور. اینم بمونه اینجا و ایشون هم اینجا. نیاز داریم به تعداد خیلی زیادی برج. به خاطر همین باید منتظر اینا بمونیم. صبر کن ببینم. فعلا من که میتونم چند تا سپلینگ بسازم دیگه، بیکار نمونیم. بذار یه چیز دیگه هم بسازیم. یه دونه از اینا و میذاریم این بالا. آهان و آهان. خب اولین سپلینگمون بعد از کابلستون سپلینگ چیه؟ ایول کل سپلینگ. بذار ببینم بزنم اینجا. سپلینگ. خب اولیش کله، دومیش کاپره، سومیش آیرنه، چهارمیش باید گلد باشه که داره آماده میشه. 2 تا اونجا داریم. اینجا 24 تا داریم. نایس. و او گلد، ردستونه، دایمند. لپیز بود. اول لپیز بود. این لپیز بود. اینم دایمنده. خب بعد از دایمندی بذار یه دونه
صدام گرفت. داره یه دونه هم چیز داریم اینجا، کابلی، میگم چه گفتم، کوارتزی. اصلا قاطی کردم امروز قاطی کردم. او ایول، بالاخره بعدی از سالیان سال کبوتر بچه کرد. کاش بودی و میدیدی. ایشونه. خب حمله. یه جوری لختت میکنم که انگار از اول هیچی نشتی. خب تکمیل. چند تا شد؟ تکمیل کم. جمیعاً شد 54 تا. نایس. حالا این 54 تا رو واسه چی میخواستم؟ خب نایس، یه دونه از این درتا اینو ماین میکنیم تا بهتون بگم. واو، اونجا گذاشته بودم. ناش توی این یکی چقدر زیاد استفاده کرد پشمام آجی. توی چیز قبلی استون فکتوری، همون استون بلاک، یه دونه اینا رو رشد میداد. بله خیلی دوستشم، خیلی خوشگله. بذار ببینم یک عدد اسکرین شات. امیدوارم. اوه فاک. به چخ رفتم. به خاطر یه اسکرین شات که اینم الان نمیره به چخ رفتم. نمیدونم، امیدوارم آیتم زیادی نداشته بوده باشم. خب ایول، دایمند. حالا اینا به نظرتون دایمند ماجیک میدن؟ نه دایمند نمیدن. دایمند خیلی چیزه کمیابه. فکر کنم هر سپلینگ اگه شانس بیارم فقط یه دونه دایمند دراپ بده. این یکی پشمم دراپ نداد. بذار ببینم 9 تا سپلینگ گرفتم، یه دونه بون میل داشتم اون سوخته، حیف شد. بون میل خوشگلم به فنا رفت. بر فنا خودش رفت، نمیدونم یه جایی رفتیه. چرا این کار رو دارم میکنم الان بهتون میگم. نایس. ایشونو میخواستم. خب شما ببینید تا ببینیم چی میشه بعد. خب تا درخت دایمندی رفتیم. پارت بعدی مستقیم میریم سراغ دیگه سیستمای اتوماتیک و برق و استروید و اینا. لایک ساب یادتون نره و دوستتون دارم. عشقید. خداحافظتون.